در دوشنبه در دو هفته اخیر قیمت مواد سوخت به خصوص بنزین و گاز فوق‌العاده بالا رفته است. از جمله 1 لیتر بنزین نوعی 92 که قبلا 5 سومونی بود 10 درم بود تقریبا 1 سومونی افزایش یافته است و حالا در بنزین فروشی ها 1 لیتر آن را تا 6 سومونی می خرید. قیمت گاز مایع که بیشتر از 60% ماشین ها از آن استفاده می کنند یک بار بالا رفت. در مدت یک هفته همین باز بنزین و گاز 1 سوم و 10 تین زیاد شد. 2 سوم 30 تین بود، هم وقتی که پریوال محکم شد 3 سوم و 10 تین دقیقه است. واردات کمی بنزین و گاز از شمال تاجیکستان به سبب بسته بودن راه‌ها یک عامل بالا رفتن قیمت مواد سوخت در پایتخت شده است. عین زمان 1 لیتر بنزین 96 در ولایت سوخت 4 سومانی و 70 درم است. مقامات میگویند کمیسیون مخصوص عملکرد فروشندگان بنزین و گاز در پایتخت را تحقیق میکند. در آژانسی ضد انحصارات تاجیکستان روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفتند کمیسیون بین اداروی تحقیق میکند که رفتار فروشندگان مواد سوخت در پایتخت تا کجا قانونی است.